اقلام موجود در جعبه شامل کارت گارانتی، دفترچه راهنمای فارسی، بدنه اصلی آرامبند، 2 پایه بازویی، درپوش پلاستیکی و پیچ‌های مورد نیاز. با توجه به سایز دستگاهمون از جدول درج شده در دفترچه راهنما، دستگاه رو در جای مناسب قرار داده و سوراخ‌کاری را انجام میدیم. دقت داشته باشید پیچ‌های تنظیم سرعت باید به سمت لولای درب قرار بگیرند. بازوی دوم در حدود 30 الی 35 درجه قرار میدیم. پیچ واشر رو میبندیم و از این قسمت هم میتونیم سرعت بسته شدن درب رو تنظیم کنیم.